خب امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سامان هاشمی هستم و تو این ویدیو قصد دارم به شایع‌ترین یا میشه گفت مهمترین سوالی که موقع خرید پیانو ازم پرسیده میشه و به نوعی دغدغه اصلی خریدار پیانو بپردازم، اینکه چه برندی بخریم، کدوم برند اصلا بهتره. برای پاسخ به این سوال در مرحله اول باید برندهای پیانو آکوستیک رو از لحاظ کیفی توی چند دسته تقسیم کنیم تا بتونیم بودجه‌ای که در نظر گرفتیم و با یکی از دسته‌ها مچ کنیم و بهترین انتخاب داشته باشیم. دسته اول به برندهای تعلق میگیره که اصالت اروپایی دارن و در اروپا تولید میشن و در رنک جهانی تو گرید پرفورمنس توی ستون اول یا نهایتاً دوم قرار میگیرن. برندهای مثل سیبک اشتاین، فاتزیولی، گروتریان، اشتاینگراب و اونزون و یا اشنویانساز. خب طبیعیه که این برندها قیمت کمی نداشته باشن. معمولا پیانوهای دیواریشون بین 30 تا حدود $60,000 و پیانوی گرندشون بین 100 تا 300، حتی توی سایزهای فول کنسرت تا $350,000 ارزش گذاری میشه. و تا جایی که من میدونم تنها یک یا نهایتا با شک شاید 2 تا از این برندها هستن که داخل ایران نمایندگی انحصاری دارن. دسته دوم به برندهای تعلق میگیره که باز معمولا اصالت اروپایی دارن و در اروپا تولید میشن، ولی از لحاظ کیفی یک لول پایین‌تر از برندهای دسته اولن. یا تو میتونن برندهای زیر مجموعه از برندهای دسته اول باشن. به طور مثال برند دبری هافمن که زیر مجموعه کمپانی سیبک اشتاین. اگه بخوام به چند تا برند دیگه اشاره کنم میشه به برند آگوست فورستر استونیا، زایلر ساخت آلمان یا ویلا اشتاینبرگ اشاره کرد. خب طبیعیه که این برندها قیمت کمتری نسبت به برندهای دست اول داشته باشن. معمولا پیانوی دیواریشون بین 15 تا 30 یا نهایتا $35,000 و پیانوی گرندشون بین حدود 55 60 تا حدود 150 یا حتی $170,000 ارزش گذاری میشه. و اما دسته سوم به برندهای تعلق میگیره که در رنک جهانی میتونیم توی گرید میان رده ها پیداشون کنیم. شاید گسترده ترین تنوع متعلق به این دسته باشه، چون هم شاهد برندهایی هستیم که اصالت اروپایی دارن و بخش منتج خودشون رو به شرق منتقل کردن و تحت لیسانس اروپا توی شرق تولید میشن، یا تو میتونن زیر مجموعه از برندهای دسته اول و دوم باشن، و هم شاهد چند تا برند شرقی با کیفیت هستیم. اگه بخوام به چند تا از این برندها اشاره کنم میشه به برند پرزینا، بوستون، کنابی، زیمرمن، جی اشتاینبرگ و چند سری از رفرنس های تولید ژاپن برندهای مثل یاماها، کاوای اشاره کرد. بودجه‌ای که واسه این دسته باید در نظر بگیریم توی پیانوی دیواری بین 8 تا حدود $17,000 و توی پیانوی گرند بین 15 تا حدود 50 یا حتی $60,000. و در آخر دسته چهارم، دسته‌ای که درون خود میشه به چندین سطح مختلف از لحاظ کیفی تقسیمش کرد. به طور کلی برندهای اکونومی رو در خود جای میده. برندهایی که اکثرا ذات شرقی دارن و در شرق تولید میشن، یا حتی اگه نام اروپایی هم داشته باشن صرفاً یه تاریخ ازشون باقی مونده، چون اکثرا کاملا به کمپانی شرقی منتقل شدن و در شرق تولید میشن. برندهایی مثل سمیک، یانگچانگ، وبر، ریتموره، پریور، سریای ساخت چین زایلر و بروتمن، سریای ساخت اندونزی یاماها و کاوایی تماما توی این دسته قرار میگیرن. خب طبیعیه که قیمت بالایی نداشته باشن. معمولا پیانوی دیواریشون بین 4 تا نهایت 13 یا $14,000 و پیانوی گرندشون بین 15 تا نهایت 30 یا $35,000 ارزش گذاری میشه. در پایان برندهایی هم هستن که به شخصه نمیتونم در هیچ کدوم از این دسته ها جا بدم. سازهایی که به اوردر برند معروفن و معمولا توسط بازرگانانی که به دنبال قیمت پایین در خرید هستن به کمپانی‌های اکونومی سفارش داده میشن، یا حتی به صورت سیکیدی وارد ایران میشن، برایشون کابینت ساخته میشه و اسمبل میشن. سفارش دادن به طور کلی موضوع بدی نیستش، ولی بازرگانانی که به دنبال قیمت پایینن طبیعتا به دنبال کیفیت نیستن. سازهایی که معمولا با یه سرچ ساده گوگل سازهای کارکرده 30 یا 40 سالشون رو فقط میتونیم تو حالت گروبار ببینیم، ولی در ایران ورژن نوشون موجوده، معمولا جزو سازهای اوردری هستن یا سازهایی که تو رنک جهانی هیچ نامی ازشون برده نشد. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. تلاش میکنم در ویدیوهای بعدی از المان‌هایی که در خرید پیانو آکوستیک مهم هستن بیشتر صحبت کنم. خدا نگهدار.